امروز آخرین روزیه به نظرم بخوام از این رشد بچینم، چون دیگه کامل دارم خشک میشه. بیاین دیگه بیاین. بچه‌ها خیلیاتون گفتین که کاشتن خیار سبز توی باغچه تو هوای آزاد چجوریه. ما خیار سبزا رو کلا زمستون کاشتیم. موقعی که کاشتیم هم پلاستیک دادیم روش که سرمون بهشون تاثیر نذاره که خراب نشن، ولی تو این هوا دیگه نمیشه خیار سبز کاشت. فقط داریم کلم بروکلیه که زدیم به زمین، نشاشو از گل بودیم خودش میچینیم. اینا رو هم گذاشتیم که ازش بذر بگیریم که بادمجون چطوری میکاریم. خب تو چه فصلی گلخونه گرفتیم زدیم به زمین بدون هیچ سم و کودی. خیلی مهمه تمام چیزایی که تو این باغچه کاشتیم هر شب به آب نیاز دارن. به نظرتون قرمز یا سفیده؟ از صداش که میگه قرمزه. از مزه رفتم بادمجون رو به سال گرفتم.